برون از ساز وحدت نیست این کثرت نوایی ها. زبان موج هم در کام دریا گفتگو دارد. سلام، امیرحسین تفرشی پور مهمون این قسمت پزشک و موسیقیدانه. به خاطر علاقش به تنبور 10 سال تو منطقه اورامان زندگی کرده. تو این سالها کار پزشکی انجام داده، تنبور نوازی کرده و زبان اورامی و کردی رو یاد گرفته. تجربه این سالهاش رو به شکل موسیقی و آواز تو آلبومی به اسم این همانی منتشر کرده. با امیرحسین از علاقش به موسیقی و تنبور نوازی حرف زدیم و همینطور تجربه های پزشکی و زندگی در اورامان. همونطور که میدونید به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش. تو پادکست کتابگرد با آدم‌های مختلف حرف میزنم، قصه زندگیشون رو میشنوم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم. امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدید به 93مین قسمت پادکست کتابگرد. خونیاگر سایتیه که مجموعه های ویدیویی آموزشی با کیفیت تو حوزه موسیقی تولید میکنه. هم نوازندگی انواع سازها رو آموزش میده، هم آواز خوانندگی رو و هم دانش‌های عمومی تو حوزه موسیقی مثل الفبای موسیقی و سولفژ و حتی هارمونی و آهنگسازی. خوبیش اینه که میتونید زمان آموزش رو با شرایط کار و زندگیتون هماهنگ کنید و هر زمان که خواستید و از هر جای موسیقی رو یاد بگیرید. میتونید بارها و بارها درس‌ها و توضیحات رو ببینید و تمرین کنید. هر جا هم سوال یا اشکالی داشتید به شکل صحیح و اصولی بهتون جواب داده میشه. خونیاگر تلاش میکنه تا یادگیری موسیقی راحت بشه و در دسترس همه قرار بگیره. به نظرم اسم قشنگی هم دارن. خونیاگر تو لغتنامه دهخدا یعنی نوازنده و آوازخوان. آدرس سایتشون رو میذارم توی قسمت توضیحات. سلام امیرحسین عزیز، خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. سلام بر شما، خیلی ممنونم که منو دعوت کردین. خیلی خوشحالم که میبینم محسن جان. برای اینکه یکم بیشتر باهات آشنا بشیم، اگه بخوای یک بخشی از زندگیت رو بگی که تأثیر زیادی رود گذاشته، داستانش چطور شروع میکنی؟ والا میتونم بگم چند تا مرحله بود که هر کدوم یک تأثیر خیلی خاصی داشت تو زندگی من، ولی مهمترین چیزی که در حال حاضرم جاریه در واقع موسیقیه. حالا اگه بعد به یک جنبندی برسیم بگم که اینا چجوری با هم کار میکنه. میتونم بگم که اصلا شروع کنیم اصلا با موسیقی چجوری آشنا شدی؟ یعنی چی شد که اصلا موسیقی رو تأثیر گذاشت؟ اولین بار این تأثیر چه شکلی بود برای تو؟ ببین، من متولد دهه 50 هستم و بچهای دهه 50 اغلب این تجربه رو دارن که شجریان شنیدن تو خونشون. اون موقع پدر من جزو معدود آدمایی بود که شاید یک تا سالها نشنیده بودم که به ایشون میگفت استاد. گاهی میگفت استاد شجریان، گاهی یه ذره حتی خودمونی ترم مثلا میگفت، ولی ایشون کلکسیون نوارای شجریان رو از تقریبا اواخر دهه 40 تعقیب کرده بود و همین کلکسیون رو داشت و خیلی با احترام با موسیقی استاد برخورد میکرد و در نتیجه من از بچگی میتونم بگم بازی‌های بچگیم همراه با این موزیک بود و حتی میتونم بگم درونی شده بود. یعنی خودم میذاشتم، خودم پلی میکردم، مخصوصا اونا که یه ذره ریتمیک‌تر بود و مثلا ماهور. کاملا یادمه که از چیا خوشم میومد. مثلا یادمه که آواز استادو در یه چیزی از الان اون موقع اسمش گلبانگی بود که استاد عبادی میزد، یک ماهور خیلی نازنینی و اینم یک آواز خیلی عجیبی میخوند روش که اون معروفه که شعر بابا طاهر و اینا میخونن. 2 تا کار گلبانگ بود. اونو من تقریبا تو بچگی یکی از چیزایی بود که اولین چیزایی بود که آوازاشو حفظ شدم و خودم پلی میکردم و صدای ستار استادم خیلی، استاد عبادی رو خیلی دوست داشتم. یه کوکای خاصی میکردن ایشون، صدای بم قشنگی داشت.
غیر از اون در خانواده مادری موسیقی خیلی رایج بود به انواع اقسام مختلف که تغییرم پیدا کرده بود. مثلا دایی من مثلا عاشق گلپا و ایرج بود، کاراشون همش مرتب، و عاشق ذبیحی، مرحوم ذبیحی که مرتب کارایشون رو میخوند. این علاقه ایشون به ذبیحی هم از پدرش ناشی میشه. پدر بزرگم و پدر و برادرشون در کار عزاداری مثلا عاشورا و اینا بودن. برادر صدای بهتری داشته و دوست در واقع پدر استاد شجریان بودن تو مشهد و اونجا با هم مکتب خونه داشتن. و تو که پسرعموهای مامانم عکس دارن با آقای شجریان که همه مثلا فسقر بچه‌ها نشستن، پدر استاد این طرف، مثلا عموی مادرم هم اون طرف وایساد. از این عکس گندا که یه عالم آدم توش. و اونا خیلی صداهای قشنگ و حسابی داشتن. آذری هم بودن کلا خانواده مادرم. در مهمونی‌ها اینا همش موسیقی آذری خونده میشد. بعد دستگاه‌ها رو همونجوری شروع کردم شناختن از رو نوشتهش فقط. اینا همه زمانیه که مثلا من مثلا دبستان یا مثلا اوایل راهنمایی بودم، هیچ سازی هم دم دستم نبود. تا اینکه مثلا یه تنبک کوچیکی خونه دایمینا بود که عمم که همسر دایمم، ایشون میزد و میخوند و خیلی آدم پرشور و پرحال و با نمکی بود. منم اینو برداشته بودم میزدم و اینا. بعد فکر کنم که مثلا مامانم زیاد خوشش نیومد که مثلا این تنبک ساز همراه فلان، ساز چیز باید بزنی، ساز اصلی باید بزنی. و عموم میدونی که نمیدونم حالا اینجوری به شهر شاید ربط نداشته باشه ولی کلا تفرش خیلی مهد موسیقیه. مثلا عموم سنتور میزد، مثلا الان برادرم مثلا نی میزنه، پسرای بعدم هر جفتشون ساز میزنن، پیانو، گیتار. پسر عموام یکیشون مثلا یه آهنگساز بزرگی امیر مهیار تفرشی بود. اون دوتای دیگه هم میزدن، اون دوتای دیگه هم گیتار، کیبورد میزدن فلان. عموم یه اواخر عمرش میرفت کلاس سنتور، طبع شاعری داشت و اینا دیگه. مادرم گفت از جنبه اسمتو نوشتم کلاس سنتور و میری اینطوری با یک دیسیپلین ترکی منو فرستاد سر کلاس. جالب بود. پس اصلا در خانواده‌ای در واقع موسیقیدان و اهل موسیقی انگار رشد کردی، بعد یواش یواش رسید سمت سنتور. ولی تا که من میدونم بیشتر تنبور و دوتار میزنی، یعنی به این چیزی که داشتم میخوندم در مورد تو اینا خیلی پررنگ بود. چجوری رسیدی به تنبور؟ چجوری رسیدی به دوتار؟ من خودم این اواخر که هی دارم به اینا فکر میکنم و دوباره نگاه میکنم، میبینم نوع موسیقی که من یاد گرفتم یک زمینه سنتی داشت، یک زمینه ردیفی داشت. به هر حال دهه 50 گلهای تازه بود و مثلا مدیریت آقای سایه بر رادیو و بعد چاوش و اینجور چیزا. و من خب بعد بچه انقلابم دیگه، مثلا متولد 55م و انقلاب رو تقریبا چیزایی ازش تو ذهنم هست. ضمن که موسیقی که تو خونه میشنیدم، حالا دایم بیشتر غزل‌های اساتیدو میخوند، ولی اون موسیقی آذری خیلی موسیقی مردمی تریه. بعد خودم هم یه جور موسیقی مثلا ترکی استانبولی و اینا، اون زمان تاتلیس هم خیلی مد بود. و بعد میرفتیم تولد بچه‌ها تو دبستان و تو چیز و اینا، من این تاتلیسا رو واسه اینا اجرا به زور گفتم آقا من میخوام بخوام. بعد دیدم اینا مثلا حالیشون نمیشه، اینا مخاطب من نیستن. در اینجا چی کارم این شده بود، در هر تولدی میرفتم بزرگسالایی که اون گوشه میشستن و مثلا یه لبی تر می‌کردم، اونا رو پیدا می‌کردم و میگفتم که خاله مثلا یه مثلا بخونم واسهتون. اونا میگفتن بخون و فلان. بعد موسیقی که من شروع کردم فرا گرفتن ردیف بود. سنتور خیلی ساز همچین میتونم بگم استخونیه. من دیگه اواخرش دیگه رسیده بود به دبیرستان و درس خوندن و اینجور چیزا. طبق معمول که هر کی مثلا چند تا 20 میگیره میگن تو دیگه بعد مثلا باید کنکور رتبه خوب بیاری و اینا، به کلاس کنکور و از این حرفا. دیگه فرصت نمیکردم برم کلاس. پس سازم از کوک در رفته بود. اون موقعم تیونر و اینایی نبود که کوک کنی. گوش ما هم که بالاخره هنرجو بودیم دیگه، میزدم ردیفو ولی اونطور نبود. این وسط فقط یک پلی وجود داشت که اون به نظرم یک پل خیلی عجیبیه که هنوزم در من خیلی فعال و اون ستاره. ستار خیلی همون چیزی که گفتم اولش از استاد عبادی شنیدم و به نظرم خیلی هم خوش صدا و خوش لحن بود. من خونه یکی از همین پسرمای مامانم که نمیخوند، میرفت کلاس ستار پیش آقای مهرداد ترابی، شاگرد استاد زلفون بود، کتابای ایشون هم نوشته بود. ایشون یه ستار کوچولویی داشت، یعنی کاسه کوچیکی داشت که من همیشه اینو میدیدم، با خودم فکر میکردم که مثلا این عجب چیز عجیبیه از بچگی اصلا، با اون فیزیک مثلا کاسه کوچیک، دسته بلند، شبیه مثلا آدم فضاییه. بعد ایشون یه موقع‌هایی نبرد تو جمع و اینا، یه موقع‌هایی برای خودش میزد، من میشیدم.
و اون آهنگم کاملا یادمه، گوشه در شوره، یعنی یک در واقع یک چیز ریتمیکه، یک الگوی ریتمیکه که تو دستگاه مختلف داریم بهش میگن کرشمه، که تو شورش اینجوری داد دام داد دام داد داد دام دام داد دام داد دام را داد دام دام. تنبور رو هم خونه ایشون شنیدم، خودش نمیخواد که صدای خوبی داشت، هیچ وقت ندیدم بخونه، ولی تنبور رو هم من یادمه که آلبوم صدای سخن عشق و خونه اینا شنیدم و اون مناجات کردیه که آقای ناظری روش میخونه و حیلت رها، تمام اون شاهکاره اصلا اون صدای سخن عشق با اون گروه شمس با اون آدمای عجیبی که توش میزدن. دیگه این ستار اینجوری شده بود و من یه دفعه خونه اینا مهمونی بودیم، ستاره رو برداشتم شروع کردم با این بازی کردن که ببینم این چه جوریه، مثلا چه جوری صدا در میاد و اینا. یه کمی از اون چیزایی که رو سنتور زده بودم تو همون شورم بود اتفاقا، مثلا شهرآشوب رو که مثلا خیلی مثلا وارد بودم اینو مثلا سعی کردم با این در بیارم. مهمونی تموم شد و ما اومدیم خونمون، بر حسب اتفاق دوره مادر تصمیم گرفت که ستار بزنه خودش، سال 72 بود فکر کنم. ستار رو این ور اون ور خریدن و اینا، منم هیچی نمیگفتم مثلا که آقا کجاست و منم ببینم و منم ساز فروشی و اصلا هیچی، من مثلا گربه برفی کمین کرده بودم. ستار رو که آوردن یادمه تو پارکینگ فقط رفتم پایین ستار رو هوا گرفتم اومدم و مادرم دیگه رنگ ستار ندید اصلا تفلک. میرفتن کلاس پیش آقای ملک، الانم پیش من ساز میزنن. من یادمه انقدر با این ساز زدم که اصلا گردنم درد گرفت، هوا تاریک. یه چیزی هم بگم، پدرم یه کارگاهی داشت تو اون شهری که زندگی می‌کردیم، شهر که دهکده، کارگاه کوچیکی داشت، همه چی برای خودش میساخت و فضای اون ویلا هم خودش ساخته بود. من یه ستار برای خودم ساخته بودم اونجا، یه چیز چرت و پرتی سیم و از این و مثلا یاد گرفته بودم که بعد انگشت مثلا انگشت سبابه و مثلا بغلیش تکون. گفتم من این تمرین میکنم تا ساز بیاد. جالب بود خیلی. تا تنبور یه کمی مونده، حالا شما اگه سوالی نه خب واقعا همین خواستم بگم که الان رفتی رو ستار، بعد هنوز به تنبور نرسیدیم، هنوز که چی رفتی رو تنبور. ستار رو من شانس داشتم که چون خونم نزدیک کرج بود، استاد زلفونو خونهشون حصار بود و بعد تونستم دانشگاه قبول شدم، با یکی از بچه‌ها میرفتیم اونجا. ایشون هم چون بگم که یکی از ویژگی‌های خیلی خیلی مهمش که تو ساز زدنشون هم بود، این که خیلی آدم ملایم و اصلا درویش واقعی بود، بی‌نظیر بود استاد، صدای مزراب و سونوریته و اون حالی که داشت و یهو اصلا قطع میشد و میرفت و اینا. من تونستم برم پیش ایشون هم یه عالم واسه خودم زده بودم، اونم اصلا نگفت دستتو اینجوری بگیر اونجوری بگیر، اکولت فلانه، نمیدونم پاسچرت اونجوری بشین، نمیدونم گردنت، خودش یه لحنی داده بود و گفت بارکلا. گفتم خب بعدش مثلا گفت دستت باید یه ذره ستاری بشه، همین با تنزی. این مکتب استاد زلفون رو از دست دادم چون اومدم تهران واسه درس خوندن و ایشون هم یه دوره‌ای می اومد تهران ولی دیگه نیومد و من ادامه ردیف و اینجور چیزا خورد به کلاس های شعاری که ایشون در اینی که بسیار بسیار معلم خوبیه. خب فاصله سنیمون کمتر بود کلاً، فاصله نسلی چی میگن حرفه‌ای مثلا بازم با ایشون کمتر بود تا با استاد زلفون. این خیلی کار میکرد و حواسش بود و خیلی هم آدم بروزی بود استاد شعاری و خونه ما می اومد با دوستم پویا محمودی میشستن ساز میزدن، اون گیتار میزد. بعد خب اون متد آموزش ستار بالاخره از یه جاهای رد میشه. آقای شعاری هم آدم نوگرایی بود و بالاخره سبک آقای علیزاده هم تدریس میکردن و ما رفتیم 10 قطعه شروع کردیم زدن. با اینکه آقای شعاری بسیار همه اینا رو تلطیف میکرد با یک آگاهی و با یک نگاه و شعور بسیار ظریف و حرفه‌ای، همه اینا رو برای ستار همه مثلا میگفت این 4 مزار به در ستار نمیخوره و ردیف هم همینطور. با این حال من از ستار دیسکانکت شدم و اما تنبور از کجا شروع شد؟ من همین درگیر این داستانا بودم. من میدیدم که مثلا خب استادم داره مثلا با رفیقم ساز میزنه و من نمیتونم باش ساز بزنم. باز یک آدم خیلی مهم دیگه به اسم سهیل نفیسی این وسط مثلا اومده بود سال 73، دوست پویا بود، خونش زیبادشت کرج بود، هم بالای شهرک مرحوم مهرجویی. سهیل نفیسی هم خیلی آدم از اولی که من شناختمش خیلی حرفه‌ای بود، چند تا آلبوم تو خونش ضبط کرده بود که یکیش 2 تاش اسمش بود چند آهنگ چند صدا، گیتار میزد و میخوند. از همون اولم
میگه که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد. من فکر می کنم هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ. احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین. خیلی هم آدم معلم طور، خیلی حکیمی بود که تو یکی از این حرفاش یه بار من بهش گفتم که سهیل من نمیتونم مثلا ستار بزنم دیگه، نمیتونم رابطه برقرار کنم. آقای شاعری هم بهم گفته بود مشکل تو اینه که تو یه چیز دیگه گوش میکنی، یه چیز دیگه داری میزنی، تو دیگه سنتی گوش نمیکنی، ردیف هم گوش نمیکنی، تو داری مثلا موسیقی مثلا چون ماهویشنو ارکستر رو نمیدونم جان مکلافلین گوش میکنی، یا داری مثلا جاز گوش میکنی یا هر چیزی، یا مثلا راک و متال گوش میکنی، بعد میخوای مثلا بشینی مثلا ردیف همایون بزنی، نمیشه دیگه مثلا. بعد میگم اون زمینه پرشوری هم داشتم تو موزیک، بعد گفتم حالا من چیکار کنم؟ اونم با یک صدای گرمی هم داره موقع حرف گفت امیر حسین جان تنبور بزن و 2 تار بزن، همین. آخرش بعد مثلا بگی آنگاه رهرو روشن شد. با اینکه اصلا ادعای حرفا رو نداره سهیل، وقت خیلی آدم نازیه و خیلی آدم صمیمی، اصلا هیچ گونه غروری نداره، ولی واقعا اینم یکی از معلمای خیلی. و تنبور چجوری به دست من رسید؟ یک فامیل مادری داشتم به اسم اسم شوریده بود. آقای شوریده در خواننده کور بود، کور تالار وحدت بود. اونم خیلی آدم آراسته، ریشه پرپسوی، موهای بلند سفید، پیانو میزدن و میخوندن، تنور بود. یه بار رفته بودیم خونهشون همینجوری، من اینو از سهیل شنیده بودم و واقعا درگیر این بودم که حالا اصلا تنبور از کجا بگیرم، پیش کی برم فلان. یهو از رو صندلی نشسته بودم دیدم از پشت اینجوری یه چیزی اومد تو بغلم، دیدم شبیه ستاره ولی خیلی گنده است. تو موقع ندیده بودی؟ یعنی اصلا ندیده بودم تنبور اصلا. و گفتم برگشتم گفتم این چیه؟ گفت تنبور. گفتم این تنبور. بعد دیگه تو این فکر که اصلا این چی از کجا؟ گفت مال شماست. چه قشنگ. بعد گفتم که من که نمیتونم بزنم. گفت میتونی. واقعا تو مایه مثلا اقرع بود و واقعا الهه موسیقی بود انگار، که در قالب یک آدمی به من گفتش که ای انسان مثلا تو چی میگی؟ بزن بره، فقط بزن بره، اصلا فکر نکن. اینجوری شروع شد تنبور. قشنگه. و تو تا اونجایی که میگم یه دوره‌ای رفتی و در اورامانات جا تنها زندگی کردی و رفتی اصلا زبان کردی یاد گرفتی. دوست دارم ماجرا اینا رو هم بدونم، مثلا چطور رفتی اورامانات اونجا تنها زندگی کردی، اصلا علاقه‌مند شدی اینکه زبان کردی یاد بگیری؟ ببین تنبور که پدیدار شد و نازل شد واقعا اینجوری، همونجوری که از بالا اومد و دوستی اینجوری وارد ذهن من کرد، من از همون موقع شروع کردم رفتن به کرمانشاه و به مهد تنبور و اینجور جاها. من کاری که کردم، اول بازم سهیل نفیسی پیشنهاد کرد که آیین و آواز رو گوش کن، که مجموعه موسیقی مقامی ایران همش هم گوش کن، فقط تنبور گوش نکن. چون ورد میوزیک اینا دوست داشتم، موسیقی ملل، ولی این انگار که یه جوری همه ملل رو تو خودش داشت. مثلا بلوچستانش واقعا دیوانه کننده بود، موسیقی‌های کردی، خانقاهی، نمیدونم صدای شمشال یا استادی به اسم قالمره، صدای مثلا نیای تالشی، صدای یه چیزی از تنبیره نوبان. اصلا من باور نمی‌کردم تو ایران انقدر موسیقی داریم. یکی از این کار آقای مرادی بود، یعنی یا آقای تنبور میزد، اینا همونجور دیدم اسمش علی اکبر مرادی، یا آقای هم روش میخوند طاهر یارویسی. اصلا نمیتونم بگم موسیقی بود یا موسیقی نبود، چون موسیقی مجموعی از الحان و اصوات و نسبت هاست که حداقل به شکل نماد در اومده واسه اینکه احساس آدما رو مثل زبان، یه ساختاری مثل زبان داره موسیقی، ولی این ساختاری اصلا شبیه زبان نداشت. یعنی به قول این روانکاوای لکانی میگن امر واقع بود، یعنی صدای ایشون یه جوری تو صورت آدم برخورد میکرد، اصلا اینجوری نبود که بره و درک بشه و حالا به مرحله ادراک برسه. خیلی عجیب بود و صدای سازی که اون زیر میومدم خیلی ساز عجیبی بود، انگار مثلا یکی نشسته داره پارو میزنه آواز میخونه، بعد صدای تور مثلا رودخانه خروشان، بعد اون صدای آبه هم اون زیر مثل تنبوره دنبال این همینجوری میومد. ستای ویریاو پیشمی چون
این فراد نفدنا خیم خرانتیشم. آقای مرادی حالا اگه فرصت شد میگم طی چه پروسه‌ای من تونستم مثلا آقای مرادی رو ببینم، کاراشو شروع کردم گوش کردن. بعد از اون یه سحرواران داشتن و یک تریکه‌خانه، بعدن سیروان هم اومد. من این کارا رو همه رو تقریبا میشه گفت حفظ بودم تا اینکه استاد رو به طور اتفاقی دیدم و ایشون پیگیری کرد و مثلا فکر نمی‌کردم بتونم مثلا سبک ایشون رو بزنم، با اینکه تنبور زده بودم پیش دوستی به اسم کاوه نامق شروع کرده بودم و آهنگای متعارف تنبور و مال مرحوم سید خلیل عالی نژاد یا آهنگای قدیمی که ما تنبور بود حداقل ماکتیشو زده بودم. ولی خب کردی خوندن، حالا من که مثلا لهجه‌های مختلفو از بچگی دوست داشتم بگم و استعداد زبانم بد نبود، من فرانسه کلاس رفته بودم و انگلیسی کلاس رفته بودم، از این چیزا خیلی دوست داشتم. ولی آقای مرادی واقعا دیگه تفلکی حال کردی درس دادن دیگه نداشت. یعنی انقدر سخت بود. یعنی شما فکر کن یه قالی ابریشمو مثلا بگن که نشونت بدن بعد بگن اینو بباف دیگه، یعنی خودش متدی واسه چیز نداشت. خیلی هم سعی کرد، خیلی فیزیکی سعی کرد، می‌خواد که هر 2 هفته میومد اینجا به یک سری انسان واقعا نادان جاهل که ما بودیم سعی میکرد که این گنج عظیم و یه جوری منتقل، یک زبان عجیب، خیلی زبان عجیبی داره تنبور. و خود ساز تنبور تا اونجایی که میدونم اصلا یک ساز آیینیه و یعنی اصلا خودش ساز از این لحاظ ساز غریبیه، یعنی تو مراسم‌های مختلف براش وجود داره، مثلا توی منطقه همون کردنشین مثلا کرمانشاه، صحنه و گوران و اون مناطق که مثلا تنبور نوازان دارن که مثلا یک فکر کنم یه تاریخی در سال جمع میشن، تعداد خیلی زیاد تنبور میزنن. یه جایی هم شنیدم حتی چند روز دیگه است. جالب. حتی جایی شنیدم که این آموزشش تا یه جایی حتی آموزش عمومی نمیدادن، یعنی رفتن و مثلا یه کاری کردن که اجازه بدن که این اصلا آموزش عمومی پیدا بکنه، یعنی اینقدر این ساز حالت مقدس داشته براشون انگار. دقیقاً. اون جشن اسمش خاونکاره یا جشن خداوندگار. اون مثلا جشنی که بعد 3 روز روزه‌داری و اینا در واقع هر کی نذری داره و خروس مثلا قربانی میکنه، یعنی از آیین‌های باستانی به جا مونده این، و حلقه میبندن و نذر و دعا میدن، از این کارا میکنن. منتها اینش خیلی جالبه چون ایران هم یه موسیقی خیلی عجیب غریبی داشته و یک تاریخ ادبیات عجیب غریب و تاریخ تصوف و عرفان عجیب غریبی داشته و اون عرفانه و ادبیات کلاسیک همیشه عشق یه جوری توش که معشوق گمه، معشوق پرده‌ای بیش نیست که باید اون پرده به کنار زده بشه و از اون حجاب بگذری که مثلا به معشوق اون مهمه، تو مثلا جسمی و او جانه و باید فنا بشی. در موسیقی و اینجور چیزا هم همینجوری هست. یعنی باز به قول اشاره کنم میگن دیگری بزرگه، یعنی همیشه زیر یوغش میتونی بمونی و این در مورد خیلی از بچه‌ها که خودشون استادای بزرگی بودن همون موقع میتونم بگم حداقل استاد کار بودن. در سن 20 خورده سالگی بچهای سنتی که خیلی خوب ساز میزدن، موقعی که استاد لطفی از امریکا برگشت اینا خیلی هاشون فرو ریختن، حداقل از نظر روحی روانی خیلی هاشون فرو ریختن. نمیخوام بگم که مثلا به خاطر رفتار استاد بوده، کلا اینجوریه، دیگری بزرگه. یعنی استاد شاگردی هست، آیین که بهش اضافه بشه مثلا تو تنبور دیگه اونم یک آیین مثلا از قرن 4 تقریبا شروع شده، اون آیین 1000 ساله و تنبور مال یارسان الان هر کاری بکنیم، گرچه اسمش تنبور نیست واسهشون تمیره یا تموره است، ولی به هر حال این سازی که ما داریم میزنیم به این شکل که مثلا انقدر سیم داره انقدر پرده داره و اینا به لطف یارسان و در واقع امانتداری اینا مونده. باز یک نکته خیلی خیلی مهم که در آموزش وجود داره همین استاد مرادی بود. گفت فیلم بگیر، هندیکم برادرم هندیکم داشت، هندیکم میبردم، گفت هر کی هم خواست به من بگو، که هیچ کس هم نخواست. خیلی جالب بود. من پدر این هندیکمه اون فیلماشو در آوردم، هی بکاپ میگرفتم، هی کپی میگرفتم از اینا، مثلا یه موقع‌های مثلا ساز میزدم مثلا استاد میگفت آفرین، تو عمرش بکنم 3 تا آفرین گفته که اینم به لطف تکنولوژی ما مثلا یه دونه از اونها رو مثلا بردیم. چیز دیگه که وجود داشت نگاهش این بود که موسیقی فراتر از آیین و فراتر از هر چیز دیگه، موسیقی خودش یک آینه به تنهایی. گرچه دیسیپلینای بسیار بسیار عجیب غریبی داره، ایشون مقاما رو اجازه داده که نوت بشه، آقای کاکی دوست عزیزم اینا رو تمام 72 مقام تنبور که واقعا درست میگیم نمیذاشتن ما بشنویم. مثلا در دهه 70 دخترها نمیتونستن تنبور بزنن، حداقل تو تهران که اینجوری بود. اهل حقایی که
یکم هم چیز دیسیپلین اینجوریشون بیشتر بود، نمیذاشتن، میگفتن نباید شاگرد دختر داشته باشی. با آقای موردی گروه درست کرد، مثلا 6 تا نمیدونم چند تا دختر بود، یکیش دختر خودش بود، چند تا بچهای کرمانشاه بودن، بچهای تهران بودن، 3-4 تا بچهای تهران دخترها خیلی هم خوب میزدن اون موقع. یه گروه تنبور بسیار بزرگ. از اون زمان تا سال 95 که من در حضور سید نصرالدین حیدری، بزرگ اهل عقای منطقه گوران هستن، اینا واقعا مثلا چه میدونم کد خداهای قدیمی که حالا مثلا کل اون منطقه هم احاطه دارن، هم قدرت دارن، هم کاریزما دارن، هم هوای مردمو دارن، اینجوری بودن که من در مثلا سال 95 که داشتم تو گهواره کار میکردم، همین عید خاونکار بود و من 3 شب کشیک نداده بودم، فیلمش هستش و داشتم چرت میزدم اونجا. یه خونه اربابی خیلی بزرگه که پشتش هم تکیه آسد برای جد ایشونه. آسد نصر هم نشسته بودن بالا و ما این پشت مثلا پشت ستونی قایم شده بودیم یواشکی چرت میزنیم. یهو نوه ایشون آسد حیدر اومد گفتش که ساز بزن. گفتم که نه من اصلا نمیزنم و فلان. 3 بار اومد دفعه سوم گفت آقا میگن بزن دیگه مثلا. بازم یه جوری نبود که تحکمی چیزی بود، من خب از خودم بود که بزنم، یعنی بعدم هم نمیومد که بزن همچی جایی پرفورمنس تو همچی جایی، به نظرم دیگه بهترین جایی که میشه انگار مثلا تو استادیوم آزادی دارم میزنم. آره بعد این واسه هم نگفتی فکر کنم تو اصلا پزشکی خوندی و اونجا پزشک بودی، کشیک بودی، آقا مثلا کشیک پزشکی بود فکر کنم. آره الان اینکه چجوری رفتم هورامانو میگم. خلاصه ما اونجا زدیم، یعنی میخوام بگم که این گفتی آیین، من بازم شانس اینو داشتم که از خیلی قسمت خوبش به این وارد بشم. کردی یاد گرفتنم واقعا یک رویای خیلی بزرگی بود. کامکارا گوش میکردم، اینا رو سعی میکردیم بنویسیم، هیچ کس هم نبود اون موقع. الان شما هر موسیقی کردی رو توی چیز اینترنت سرچ کنی، مثلا بنویس شمام خال خال متن، هم هر کی خونده میاره، هم متنشو میاره، هم ترجمهشو میاره. اون موقع اینجوری نبود. من جدا اینکه میرفتم میومدم ولی پایگاهی نداشتم. یه درسم که تموم شد، اول جنوب بودم ولی بعد از جنوب هم تموم شده بود. گفتم برم هورامان، چون متون در واقع همین یاری، آیین یارسان متونش از همون قرن 4، بعضیش فارسیه، تعداد کمیش سورانی، اغلب هورامی قدیمیه که بهش میگن گورانی. حالا نمیدونم کدوم اسم واقعا درسته و کدوم اصیل‌تره. من چون هورامان زندگی کردم بهش میگم هورامی، زبان هورامیه. واسه همین رفتم پاوه که بتونم اون رو یاد بگیرم و بعدش هم بعد از نزدیک 10 سال پاوه میرفتم میومدم. پاوه، نوسود، نودشه و روستاهای اطرافی. بعضی از این آهنگ‌ها تا جایی که شنیدم در موردت هستن که بعضی موسیقی‌ها در واقع انگار یه قصه‌ای دارن و روی اینا کار کرده بودی انگار، یعنی موسیقیه که یه قصه‌ای هم براش وجود داره. تو چه می‌خوای در مورد این بگی و اگه امکانش باشه برام یکیشو بزنی، یعنی یکی از این موسیقی‌ها رو برام بزنی و قصه‌ش هم بگی برامون. چشم. ببینید من بعد اینکه تنبور رو شروع کردم دوتار زدن و اینم اینجوری بود که من در تمام سالهایی که تنبور رو شروع کرده بودم اون حرف سهیلم تو سرم بود که دوتار بزن و تنبور هم. حال نمیدونم چون کاوه نامق هر جفتشو میزد سهیل اینجوری فکر میکرد، ولی خیلی چیز حکیمانه بود بخاطر که تنبور خیلی به دست من نشست. اون شور و حالش خیلی عجیب بود، چیزی بود که تو ستار نبود. ستار زنو شور درونی تری دارن و اونم ایجاد میکنن. دوتار اصلا خیلی از اون وحشیانه تر، اصلا میتازه به آگاهی و ذهن و شعور آدم. اصلا این که میزنی اصلا واقعا انگار که یه آلبومی داره سمندری به اسم خون پاش و نغمه ریز، واقعا تو انگار هر دفعه میزنی مثلا یه سری از انگشتاتو از دست میدی و خون میپاشه به در دیوار. و من نزده بودم دوتار که اصلا نمیدونستم چیه. البته کاوه نامق دوتار داشت ولی متفاوت بود خیلی. ما دسته نازکی داشت، باید 60 رو حتما میگرفتی و اون زمانی هم که من با ایشون تنبور میزدم خب خیلی هنرجوی ابتدایی بودم. من 7 سال فقط یه آلبوم دوتار داشتم از سال 73 تا 79 یا 78 به اسم هرایی مال آقای محمد یگانه که اصلا نمیدونستم چیه و کیه و نوازنده بود. بسیار دوتار شیرینی میزد، دوتار قوچان.
آهنگا هم ترکی، بعضیاشو میخوندن خیلی کم. و من با این زندگی کرده بودم تمام این مدت. مقامم کم نزده بود، اسمش هم نوشته بود، این مقاما رو حفظ شده بودم تا اینکه بالاخره معلم دوتار پیدا شد، آقای سعید تهرانی زاده. یه نفر از بچه‌ها گفتش که ایشون هست و شاگرد حاج حسین یگانه، پدر استاد محمد یگانه. و اینطوری من وارد عرصه دوتار شدم، یعنی شروع کردم آموختن دوتار. بعد دیدم که تو فرهنگ دوتار اصلا کاملا، حالا میگن که تنبور حالا از نظر تاریخی یه نگاهی ابن جهزه برمکی داره در قرن 2، میگه 3 جور تنبور داریم از نظر رواج: تنبور طبرستان، دیلمان و ری. یه نگاهی هم فارابی داره، ولی نگاه تخصصی تری، میگه تنبور خراسان داریم و بغداد، که بعدن تنبور بغداد یا تیسفون بعدها در اثر مهاجرت سلطان اسحاق که ایشون مثلا هرامی زبان بوده به ایران و همین منطقه هرامان میاد، هرامان و بعد میاد منطقه گوران، همین منطقه گهواره و اتفاقایی واسش میفته و تنبور اینطوری مال اهل عقل میشه اصلا. به هر حال از اون منطقه میاد. خراسان خودش یه تنبور دیگه داشته که الان بهش میگن دوتار. چه جالب، پس در واقع یه جوری اینا خیلی شبیه هم بودن و اون اسمش دوتار بود، اینجا اسمش مثلا بله. خیلی جالب بود. و تو فرهنگ دوتار چیزی هست به اسم آیین بخشیگری. اونجا آیین داره، اینم آیین داره. آره این آیین مثلا آیینی نیست که مثل آیین‌های قدیمی مثلا قربانی داشته باشه، مناسکی داشته باشه. بخشیگری در واقع اسمشو گذاشتم، یعنی تعبیر آیین واسش به کار بردم به خاطر اینکه واقعا کار هر کسی نیست. باید به ادبیات شفاهی منطقه مسلط می بوده باشن، باید بیان بسیار عالی می داشتن به مقام ها، حالا هر چند تا، مثلا 20 تا 30 تا مثلا 200 تا آهنگ واسه دوتار از قدیم مونده. باید دوتار شمال خراسان، منطقه ترک نشین، منطقه کرد نشین و هر چند تا که، ولی تسلط حسابی و توانایی شعر گفتن و زبان، یعنی هم زبان. شبیه این عاشق نیست توی آذربایجان؟ من شبیه، خیلی شبیه. تفاوتایی دارن بخشی ها با عاشق ها. ترکمن ها خلیفه دارن و بخشی، قوچان و در واقع مناطق شیروان و اصفهان که کرد نشینن اینا بخشی دارن. عاشق های حاشیه ارس هم تقریبا میشه گفت با تفاوت هایی. البته میگم اینو انقدر عجیبن که هر کی ساز بزنه و داستان تعریف کنه اینجوری نیست. مثلا یه داستانی از کروغلو که هم تو شمال خراسان هست هم تو بین عاشقا هست، ولی خیلی اصلا اجراش با هم دیگه فرق میکنه. به هر حال این روایتگر داستان رو تعریف میکرده با یک فن بیان حسابی. مثلا کردا بیانشون خیلی بیان جالبیه، مثلا همراه گلفروز، نمیدونم علی گلفروز، سلطان رضا، این کردا اصلا انگار تئاتر داشتن اجرا میکنن یا نقال بودن، ولی از نقالای خود همچی تر و فرستر رو با این سازی که تو دستشون بوده از این ور میپریدن اون طرف، یهو داد میزدن، یهو مثلا شروع میکردن و طنز داشتن تو چیزاشون. شعر هم میتونستن بگن به هر 3 تا زبون، ترکی، کردی، فارسی. حالا ترکمنا داستانشون کاملا فرق میکنه، اونا تو فرهنگشون خیلی اصلا یک بسته‌بندی عجیبی اونجا دارن، همه چی مال خودشونه، شاعر دارن، نمیدونم روایت‌های، ولی اونا هم کروغلو دارن. اصلا خیلی چیزا مشترکه بین تمام همین ترکای مهاجر شمال خراسان تا اونجا و کردها. این داستان رو من خیلی دلم میخواست ولی واقعا خیلی سخته. من سال 88 با آقای بیضایی داشتن قبل از اینکه از ایران برن، من با یه واسطه‌ای تونستم برم. یکی از دوستام زنگ زد گفت میری اونجا مثلا واسه تئاتر عروسکی ساز بزنی بخونی فلان اینا پیش آقای بیضایی. گفتم من اصلا همونجوری میرم، الکی سازم بلد نبودم، میرفتم. واسه رفتم و ایشونم خیلی نازنین بود، اصلا گفت بلدی یه چیزی تعریف کنی وسطش؟ گفتم نمیتونم و واقعا نمیتونستم حرف بزنم، ساز بزنم فلان و حیف شد. ولی همه این سالا بهش فکر میکردم که کاش که بتونم من این کارو بکنم. ولی خب دوتار هم خودش یه دیگری بزرگ دیگه ایه. مثلا تو حاج حسین یگانه رو میبینی که مثلا حاج قربان سلیمانی که ما میشناسیمش و چقدر مثلا نوازنده و چقدر خواننده خوبیه. حاج قربان یکی از بهترین خواننده های ایران زمینه بین همه اقوام. ولی خب مثلا زمانی که مثلا توی مجلسی قرار بود چند نفر ساز بزنن، مقدمه رو
آدمای دیگه میزدن، آخر از همه حاج حسین میزده. مثلا حاج قربان قبل از ایشون میزده. حتی حاج قربان هم در تمام این اجراها وارد روایت نشد، غیر از یکی دو تا اجرا. یه اجرای توی فرهنگسرای نیاوران خیلی اصرار کردن برگزار کننده ها و جمعیت که آقا یه داستانی بگو واسه شما فلان اینا، که خیلی هم مسحور شده بودن آدما. الان ما باید اصرار بکنیم که نه من از یه زمانی شروع اونم یه دوستی به اسم وحید مسعودی به من گفت آقا ما داریم یه مجموعه ضبط می‌کنیم تو یه پلتفرمی به اسم کاست بود، میای یه داستان بگی فلان اینا. من از کل روایات یارسان و اینا که یک عالم روایات خیلی جالب داره، خیلی یعنی دونه دونش قابل بررسیه، همش نماده اونم، چون از یک آیین باستانیه. مثلا یکیشو انتخاب کردم که شخصی به اسم بابا یادگار، اونم از مثلا میگم پیران و در واقع انسان‌های مهم و قطبای مهم مثلا تاریخ یارسان بوده در قرن 7 از اطرافیان همون سلطان اسحاق. ایشون یه گفتگویی با برادرش داشته میرفته و ایشون هم میگفته نه داستانش چی بوده اصلا که کسی هم نمیدونه که سر چی بوده، ولی یه مقامی هست بهش گلوادره بهش میگن که راجع به گفتگوی ایناست. من یک شعری از مولوی کرد مثلا روش گذاشته بودم و که مثلا میگفتش که وقت برگشتن دیگه، رفتی حالا برگرد. خیلی ناله داره آهنگ، خیلی غمگینه، در این که مثلا به نظر نمیرسه غمگین باشه ولی خیلی تمنایی داره توش که اون شعر مولوی کردم خیلی شاهکاره. خلاصه با اون شروع کردم و یکی دیگه بود که مقام مهرگان یا مهرجان از مقام هایی که ثبت شده بود از قدیم حتی از زمان فارابی. این مثلا یه آهنگی بر اساسش بود تو شمال خراسان از گلستان که بخشی اولیاء یگانه میزد، با مقام هایی از تنبور ترکیبش کردم و اسطوره مهرگان رو با داستان سیاوش. این چیزایی که بهش رسیدم همش مثلا یا روایت اسطوره‌ایه که بعضیاش با ادبیات شفاهی قاطی شده. الان من ای دوست دارین برای شما مثلا یه چیزشو بزنم. اصرار میکنیم. یعنی کدومه که داری میزنی؟ این در واقع یک اجرای اواخر داشتم، یکی از همون قطعاتو واسهتون میزنم، کوکشم رو همونه. هم داستانش چیه این الان؟ کدوم داستانه؟ اسم این آهنگ هست لپلر، آهنگ آذریه که من مثلا با تنبور میزنمش. اونم توی کوک خاصیه، کوک متداول تنبور نیست. داستان زنی است که کنار خزر ایستاده و با موجها صحبت میکنه و لپ همون حبابهای موجو میگن و میگه بچلداشن لپلر بلکه من سوزونوز بارسیزین، یعنی میگه که آقا از این پچی که دارین با هم میکنین خبری هم از دلدار من که 3 روز رفته تو دریا و برنگشته دارین. اینو خانم شوکت خونده و سارا قدیمووا خیلی هم عالی خونده. یعنی شما من تضمین میکنم 30 بار اولش امکان نداره گریه نکنین، انقدر این آهنگو اینا زیبا و قشنگ خونده. این احتمالاً راجع به خود خانم شوکته که سفارش داده، مثلا آقای سفرلی براش شعر گفته و اسم آهنگسازش هم همین الان یادم رفت. من شعر فارسی گذاشتم روش، یه مقداری از اون شعر رو برداشتم، یه کمی تغییرش دادم، یعنی یک بیتایشو نگه داشتم، یه مقدارشو تغییر دادم و شعر فارسی گذاشتم روش. همین رو می‌خوایم براتون بزنم. و اما داستانی که من گذاشتم روی این روایت، این داستان در واقع اسطوره پرسفونه. پرسفون دختر زئوس و دمتره. من میتونم بگم دختر دمتر و زئوسه، چون دمتر اصلا الهه خاکه، ولی مهمترین نقشش در ادبیات اسطوره روم و یونان همین داستانه. زئوس که زئوس بوده بر خودش، پدر خدایان بوده، پدر آسمان بوده، پدر رعد بوده، حمایت کننده شهر بوده، حامی غربا بوده، نمیدونم از اینجور چیزا. هادس پادشاه سرزمین مردگان بوده. هادس میخواد که پرسفون رو به زنی بگیره. خیلی چیز عجیبی نبوده، با اینکه پرسفون پدرش، مادرش و عموش این همه با هم خواهر برادر بودن که در واقع نظام اسطوره‌ای
کهن اینا خیلی تابو نبوده. ولی نکته اینجا بوده که این مادر راضی نمیشه، چون این دختر اصلا کوچیک بوده و این نمیخواسته دخترش رو به پادشاه سرزمین مردگان بده. هادس با زئوس دست به یکی میکنن و دختر رو میدزدن. دختر به صحرا میره و دشت و سبززار و اینا به گل نرگس زیبایی میرسه، خیره میشه به اون، زمین دهن باز میکنه. هادس با یک گردونه که اسبای که هر میکشیدنش میاد و دختر رو میرباید و به جهانهای تاریک میبره. پرسفون نماد شهریوره در واقع در اون ادبیات و اینجوریه که با رفتنش به زیر زمین پاییز و زمستون شروع میشه. دلیل دیگه‌ش هم این بوده که اون مادرش که مادر خاک بوده از فرط غم و غصه و از فرط خشم اصلا برکتش از زمین میره و زمین در خشکی و تشنگی فرو میره. این مادر همه جا رو میگرده. اولش اینه که از کوه المپ از مجاورت زئوس میاد روی زمین، همه جا رو میگرده و از هر کی میتونسته میپرسیده، حتی از هلیوس خدای خورشید، ولی کسی نمیتونه بهش کمک بکنه که الان کجاست دختر. همه جا رو میگرده و پیداش نمیکنه. این خیلی شبیه به یکی از روایت داستانی های ادبیات شفاهی همین شمال خراسانه که حاج حسین یگانه اینو حتما بارها و بارها روایت کرده در مجالسشون. آخرین رکوردی که ازشون وجود داره و ماهور هم منتشرش کرده اسمش از روایت آی جمال و دوست محمد. من اینجا رو با زبون خود، با لهجه خود استاد میخوام بگم که اولش اینجوری بوده که دوست محمد آدم بیچاره‌ای بود، بخشی بیچاره‌ای بود. آی جمال هم دختر حکومت کلات بوده و این دوتا با هم عاشق معشوق میشن و با هم پیمانی میبندن. برادرای دختره میفهمن و بهش فشار میارن که باید از این جدا بشی. اونم به قول حاج حسین میگه ای برادر جان چیکار من داری؟ من اگه بمونم مال دوست محمدم، بمیرم مال زمینم. با هم درگیر میشن و یکی بد یکی بدبخت، دختر از بین میره. به استاد اینجاشو اینطوری روایت میکنه. خبر به دوست محمد میرسه، میاد به کلات که بره بر سر مزارها که یک زیارتی بکنه. عاشقه دیگه. میاد و همینجوری مزارها رو نگاه میکرده، نمیدونسته خاک آی جمال کدومه. از یک راهگذری که رد میشده میپرسه تو این دختر حکومت کلات که تازگی از بین رفته میدونی قبرش کجاست؟ اونم دوست محمد رو میشناخته. میگه تو دوست محمدی؟ میگه ها. میگه تو اگر عشق رو میورزی، ادعای عشق رو میزنی، نپرسیده بگرد خاکشو پیدا کن. دوست محمد هم میاد و این خاکا رو بر میداره، دونه دونه بو میکنه و میماله به صورتش تا میرسه سر مزار آی جمال. همونجا میشینه این ابیاتی رو میخونه که من برای شما میخونم. واسه اونجا مقامی میزن که حالا احتمالاً جاهای مختلف چیزای مختلف. شعر میگه چرخ فرک سلد منن گلمیشم زار بیبی. من آهنگ لپله رو با عنوان بازگشت، یعنی شما میتونید اینو از زبان مادری که قبر فرزندش رو گم کرده، فرزندش رو خدای جهانهای تاریک، پدر مردگان دزدیده و این حتی نمیدونه مزار بچهش کجاست، او که مادر خاک و الهه زمینه. شب از دام سفید مه گذر کرد، خزان تلخ و دو جنبر نظر کرد. حالا ایام منم بی‌تاب
بیاریدش که صبر از من سفر کرد. سیه ابران گشاییده کران را که پیشانی بلند از ره رسد ما به رسم کهنش پیروز و افراز نظر به آزار آواز سحرگاه. خیلی قشنگ بود. بعد داشتم فکر میکردم که اصلا این انگار داستانش هم که میشنوی اصلا این تأثیرش رو 2 برابر میکنه. یعنی موسیقی همینجوری غمی داره و تو وقتی این داستانه رو میشنوی اصلا انگار سوزش بیشتر میشه برات و اینا. حس خودم اینجوری وقتی داشتم گوش میدادم انگار اون قصه جلوی مثلا چشم داشت مثلا میدیدم، انگار اون فضا رو حس میکردم و اینها. آره موسیقی با اینکه مجموعی از نمادهاست و ساختارش مثل زبانه، هرگز مثل زبان نمیشه. خیلی انتزاعیه. حتی شعر هم نمیتونه برسونه. واسه همین به نظرم روایت اصلا یک داستان دیگه ایه. وقتی روایت داستانی میاد توش، مخصوصا روایت زیسته و از اینجور چیزا، مثلا اون دختری که به سرزمین مردگان میره، موقعی که برمیگرده در سر همین چه گفت ممارست‌های مادرش و این سوگواری، موقعی که برمیگرده چیزی در دست داره که بهش میگن جعبه پاندورا یا کوزه پاندورا. و خیلی جالبه که پاندورا در یونان به تنبور میگن پاندورا. چقدر جالب. و این جعبه برای چیزه یعنی که درش نباید باز می‌کردن، درش نباید باز می‌کردن. آره جهان رو پر از شر فرا میگیره و تهش امیدی هم میمونه انگار تو جعبه. این نمادش خیلی جالبه، چون این زمانی که میاد بیرون این شر رو آقای پروفسور جوزف کمپل که کتاب الهه ها رو نوشته، ترجمه آقای مخبره، این میگه که این یه تحریف اسطوره‌ایه. پاندورا جعبه بدبختی و دردسر و شر، جعبه چالشه. یعنی همون جایی که فروید میگه نمیدونم یک خود آیینی داره، نمیدونم ایگو جدید داره. خیلی داستان راجع به زنه اصلا و این بیداری و نمیدونم این داستان. میگم شبیه تنبوره. تنبورم جز سازهای بسیار بسیار پرحاشیه در ایران، هم قدیمی ترین، جز قدیمی ترین سازها البته غیر از بادیا یا شاید هم آرشه یا، ولی تو ذهیات تنبور از همه قدیمی تر دیگه. جالبه. و پرحاشیه. الان هر کسی هر جور دلش میخواد تنبور میزنه. به نظر من که بر دامن کبریاش ننشیند گرد. یعنی هر کی هم هر جور بزنه. من به قول من این شعر مولانا یه تفسیر جدیدی داره که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست. من به نظر من از درون من بجست اسرار من. چون سر از اون ناله، وقتی میگه سر من از ناله من دور نیست، خیلی هم چیز عجیبی نیست. اون ناله هر کسی یه جور تعبیر میکنه اون ناله رو. جالب بود. این شعرش هم خودت گفته بودی درسته؟ گفتی میزنم و میخونم. اون شعر این شعر رو کمک داشتم یه در واقع 3 تا از دوستان که آذری زبان بودن، مادرم و یه دوستی هم تو باکو، با کمک هم اینو من فارسیشو من گفتم. فارسیشو گفته بودی. فارسیشو گفتم، بعد یه آذریه رو من روش یه فارسی گفتم با الهام از اون شعر، یعنی ربطم داره. بعد فارسی رو به آذری برگردوندیم. تو اون آذری اون دوستان کمک دادن. و تا جایی که میدونم تو به زبان اورامی هم شعر گفتی درسته؟ به زبان اورامی هم شعر گفتم، به زبان کلهوری هم گفتم. نه اینکه اونقدر تسلط داشته باشم. برای اینکه بشنوی مثلا صدای زبان اورامی رو خود بشنوی، میتونی یکی از شعرهایی که به زبان اورامی گفتی بگی؟ خودم گفتم نه اونا انقدر باحال نیست. اونا بیشتر اتود بود واسه اینکه بچه‌ها رو
یعنی هر چقدرم جسارتم زیاد بود که خوندم و اونا هم خیلی همراهی کردن، بچه‌های کرد و هرامی و کلهر و همه اینا سوران‌ها خیلی هم در واقع بازخورد عالی میدن، خیلی بیش از اون چیزی که آدم شاید اصلا واقعیت هست. خیلی باحالن این تو این زمینه، خیلی باحالن. ولی اونا هیچ کدوم. خب یه شعری که خودت دوست داری به زبان اورامی چون شاید مثلا سب کنم، مثلا یکی میگفت این مثلا میگفت شرمسار از سیروان ونینه و رنگش پشی و حیات نمیودنگش. سیروان شرمسار است و خونین میرود، حیات غمگین است و صدای کبکایش نمیآید. حیات هم یک دشتیه، این دشت‌های مرتفع که تعداد زیادی کبک همیشه اونجا میخوان، از دور صدای این کبک‌ها میاد. خیلی جالبه که صدای غلط‌های آوازهای هرامی خیلی شبیه صدای کبکه. قشنگ بود. حالا اینجا با توجه اون تجربه خیلی غنی هم که داری و تجربه متنوعی هم هست، اگه خواهی صد چیز به همون پیشنهاد بدی که بخونیم، ببینیم، بشنویم یا تجربه کنیم، چه چیزایی میتونی به ما پیشنهاد بدی؟ ببین، اول اینکه آدم به نظرم تجربه زیستشو باید هی غنی و غنی‌تر کنه. یه چیزی که حتی خودشو به چالش بکشه و اینکه از درد و تنهایی و رنج و اینجور چیزا هم نترسه آدم. یعنی این نظر من، اینا تجربه زیسته رو میبره بالا. یکی خود این تجربه زیسته است. این که میگه درد و تنهایی نترسه، چجوری این امکان پذیره؟ مثلا سفر، مهاجرت هایی که نه چندان عجیب باشه به یک مثلا فرهنگی که خیلی هم آدم واقعا خیلی اذیت بشه. مثلا برای من این سفرهای طولانی به هرامان یا مثلا حتی گهواره با اینکه یه عالم دوست داشتم اونجا، یا دوست پیدا کردم و مردمش خیلی نازنین و مهمان پذیر بودن، سفر خیلی عجیب بود. گرمای عجیبه، مثلا نوسود که منطقه گرمسیریه، نمیدونم انواع حیوانات گزنده و از اینجور چیزا، تک و تنها وسط کوهستان با مثلا مریضایی که تو اصلا آمبولانس درستابی هم نه، بعدها مثلا یه 115 چی اومد، تنهایی محض. من به نظرم که اصلا شروع کار من اگه اونجا نمیرفتم هرگز شروع نمیکردم به موسیقی ضبط کردن. با سال 85 و 6 آلبومی با استاد مرادی من مثلا ناظر ضبط بودم، مثلا میزدم به اسم دواله که اونجا تهیه کننده کار آقای تبسیان که نشر ماهریزو داشت من گفتش که شما نمیزنی، مثلا شما آلبوم نمیدی. گفتم اوه چه آلبوم چی هستن این حرفا چی. تا اینکه من تجربه مثلا سال 94 که کامل شد تونستم مثلا با کمک دوستانم که همه هم ماشاءالله گیتاریست راک و اینجور چیزا بودن، اینا از اون فضا من میتونستن در بیارن، از اون فضای دیگری بزرگ که بتونم کار بکنم. در اینجا سفر به نظرم اولین چیزه و اگه تنهایی باشه خیلی مهم. دومی که آدم یه کاری که عمیقاً دوست داره همون کارو بکنه و ازش نترسه، از هیچ خجالتی نکشه. اون چیزی که آدمو به خود آینی میرسونه، همون چیزی که اون پاندورای پر دردسر و واقعا دردسره، شما واقعا کاری که دلت بخواد بکنی همه شروع میکنن به نقد کردن. برادرم چند سالش بود، بچه داشت شروع کرد به نی زدن، مثلا بچه همسایه پایینی میومد میگفت بابا میگه به ماهام بگین شیپور نزنه من میخوام بخوابم. حالا این بدبخت ردیف مثلا ابو عطا میزد با چه حالی پشت مثلا چراغ قرمز نمیزد. یه کاری که آدم واقعا مخصوصا اگه از جنس هنر باشه، هرچیه مثلا نقاشی، یه کلاس معمولی و واقعا به نظرم که یه معلمی هم پیدا کنن که درک کنه این داستانو که آقا من خیلی کار زندگی دارم، نمیتونم، سخته، سنم زیاد، هرچی. آره داشتی میگفتی بذار میسید که برای خودت هم اتفاق افتاده، یعنی گفتی که آدم این کاری که دوست داره انجام بده حتی اگه مثلا آدمام خیلی مثلا مسخرهش بکنن یا مثلا دست بندازن یا اتفاقای اینجوری بیفته. برای خودت همچین تجربه خاطری داری که مثلا بازخورد گرفته باشی، یعنی جایی مثلا آدم میرسه مثلا یه چیزی که میگه و یا یه اتفاقی میفته مثلا شاید دست میده ولی ممکنه بعد دوباره شروع بکنه و اون کارو انجام بده، همچین چیزی برات اتفاق افتاده؟ بله حسابی. من میگم آدمایی که از بچگیشون مریض میشن و بدبختی میکشن و یا حتی از دست میدن، از دست دادنهای عمیق و سنگین تجربه، اینا خیلی راحت‌تر میمیرن. یعنی مرگو خیلی راحت‌تر، یعنی هر لحظه بهشون بگی اینا میتونن بمیرن اگه فقط خود آگاهی پیدا کنن و اون خود آینیه رو پیدا کنن و اون نوری که باید به این زیستشون. خیلی زیسته پرباری. راه تنبور هم اینجوری بود. من از بچگی تو تنبور مرتب تحت فشار و تحت بدبختی و ترک شدگی و دخترها میگم نمیتونستن تنبور بزنن، ما نمیتونستیم مقام یاد بگیریم. چه تجربه شخصی خودتو میخواستم بدونم. من 3 بار سازو ترک کردم. ستار رو که یه بار ترک کردم که دوباره تونستم برگردم به ستار با
کارهای آقای لطفی که دیدم چقدر روون و نرم میزنه استاد و اصلا لازم نیست اونقدر بدبختی بکشی. ولی تنبور رو با معلمان بعضی موقع، یعنی 2 دفعه شد که ترک کردم کاملا تنبور رو، ولی استاد موردی که پیدا کردم گفتم که آقا این آدم تا اینجای راه اومده، من دیگه اینم تنها نمیذارم، سازم هم تنها نمیذارم. بعد اینا رسید به این که من چند سال پیش سازی درست کردم که اسمش گذاشتم تنبور تهران. تغییراتی توش دادم، نه تغییرات چندانی که اینم چراغ راه هم بود که استاد پژمان میگفت خلاقیت یکمش خوبه، یکمش. من یکم تغییر دادم، اسمش هم گذاشتم تنبور تهران که هم تنبور باشه، هم یعنی اینکه تنبور هم نیست. از اون خیلی بازخوردهای خوبی نگرفتم راستش، یعنی حسابی، ولی اصلا دیگه چیز شده بودم، یعنی رو این تنگ شده بودم. و سومی تمام زیسته به کنار. اون داستان چیزا حتما شنیدین، ابن سینا میگفتش که من کتابی خوندم به اسم اغراض ما بعد الطبیعه مال حکیم ابو نصر فارابی که تمام جملاتشو از بر بودم، اینقدر خونده بودم 10 بار، میگه شاید 100 ما بعد الطبیعه، ما بعد الطبیعه. آره بعدش میره اون چیزو میخوام فکر کنم و نمیفهمیده اون آدم با اون مثلا نبوغ و تو بازار یه نفر داشته میفروخته کتابی به نام اغراض ما بعد. میگه من وقتی اینو خوندم چون اونو حفظ بودم، من به نظرم اغراض ما بعد الطبیعه، یعنی نوری که به زیسته آدم تابیده میشه، یک آگاهیه که تجربه شخصی من اینه که با روان درمانی به دست میاد. تو درمانگری که یار و همراه باشه، اونم مثل ساز یا مثل هنر میشه پیدا کرد. مثلا من میگم شما یه هنری انتخاب کنین، شما مثلا میبینید کلاس آواز، اگه معلم شما خوب نباشه، معلم شما مناسب و متناسب شما نباشه، بگه اینجوری بشین اونجوری، مثلا معلمای من نباشه. مثلا معلمای من واقعا همشون خوب بودن، غیر از اونایی که یه خورده مثلا تعصبشون زیاد بود. اینجوری باشه معلم تو عوض کنی یا درمانگر، ولی واقعا نوری باید بتابه به این تجربه. قشنگ. حالا من اینجا بهت 3 کتاب میخوام پیشنهاد بدم که یکیش رو بهت هدیه بدم، یکی 3 تاشو بده. حالا شاید درسش هم دادم. یکی کتابا رو میخونم، توضیح میدم، دربارشون گپ میزنیم، آخرش بگو که حالا کدومش رو هدیه بدم. خوبه؟ عالی. باشه. اولیش این کتاب آخرین کتاب چاپ شده زنده یاد روح الله خالقیه که مهر ماه سال 1342 منتشر شد و بعدها فرهود سفرزاده اون رو بازنویسی کرد. کتاب در مورد تاریخچه، روش، سبک و کیفیت موسیقی ایرانی از دوره‌های کهن تا زمان معاصره. یه بخش از کتاب میخونم که با حال و هواش بیشتر آشنا بشی. از آنجا که پادشاهان ساسانی ایرانی نژاد بودند و به بسط و توسعه تمدن ایرانی علاقه مخصوص داشتند، در دوره آنها علوم و هنرهای ایرانی ترقی کرد و در نتیجه موسیقی هم در اثر تشویق آنها رونق گرفت. اردشیر ساسانی مردم را به طبقات مختلف تقسیم کرده بود که از آن جمله موسیقیدانها طبقه خاصی را تشکیل می‌دادند و در نزد او مقامی مخصوص داشتند. ذوق ادبی و موسیقی‌های بهرام گور معروف است، چنان که نوشتند وی 400 تن نوازنده و خواننده از هند به ایران آورد و در زمان او موسیقیدانها بر سایر طبقات مردم مقدم بودند و او آنها را نوازش بسیار می‌کرد. این اولیش بود، اسمش هست موسیقی ایران که روح الله خالقی نوشته و همونطور گفتم بازنویسی فرهود سفرزاده برای نشر ماهور. خب این چطوره؟ عالی. خوبه؟ این نفر میگفت فلان نوازنده خیلی آدم خوبی نیست فلان. گفتم ببین اگه ساز نمیزد چی بود؟ بهرام گورم اینقدر آدم خونریز و ضد زنی بوده، اگه به موسیقی علاقه نداشت چی بود؟ آقا از این 2 تا بدین، یکیشو می‌خواستم من اینو به کادو بدم به دوستی، از 2 تا بدین. باشه. حالا برای این یه چیزی مثلا رسید به اونجا، الان در مورد بازخوردش صحبت می‌کردیم که بازخورد منفی رو گرفتی، مثلا که یه بازخورد جذاب و جالبی هم گرفتی، یعنی چیزی که به دلت خیلی نشسته. اصلا همین بازخورد منفی بیشتر به دلم نشست. خیلی هم حال داد. اول بچهای یارسان 2 دسته بودن، بعضیشون خیلی خوب برخورد کردن، مثل فرید الهامی که خودش صاحب سبکه و مجموعه موسیقی مقام‌های تنبور صحنه رو داده بیرون، خیلی خوب برخورد کرد. مثلا یه جوری حامی و که اصلا فکر نمی‌کردم. همین به نظرم خوبه. اصلا بازخورد کلا خوبه. مثلا میشه که تاثیرگذار باشه برای خودت، یا مثلا یه حس کردی چقدر مثلا کار قشنگی انجام دادی، یا وقتی یه چیزی آدم میگه یا یه چیزی میبینی مثلا انگار دلت میشینه اون بازخورده.
من موزیکای آذری که درست میکنم کیف کردن مادرم میبینم خیلی حال میده، چون در تمام اون جوی که تعریف کردم مادرم از موسیقی دور بود، از حتی موسیقی مادری و زبان مادریش. حتی تو خونه آذری صحبت نمی‌کردن. این اواخر دارن دوباره ستاره شروع کردن و ماشاءالله خیلی هم پرشور و همچی تمرین میکنه. یکی این خیلی خوب بود. حالا در کنارش مثلا یه موقعی برای پدرم هم ساز میزنم، بعضی موقع یه لحظه‌ای که احساس میکنم اینجا رو چه خوب زدم، این فلان، همون لحظه میگه به به. این چیزای کوچیک خیلی. یا مثلا استاد مرادی یه دفعه، غیر از مثلا دو سه دفعه‌ای که گفت آفرین، یه دفعه واسش در یک حال خیلی خوبی هم بودیم مهمونم، گفتم استاد یه چیزی براتون میذارم نظرتو بگو. یه ذره گوش کرد و یه 30 ثانیه‌ای مرمن نگاه کرد و گفت تویی یا منم؟ این دیگه اصلا رو فضا بودم. آره قشنگم گفتش. خب برای کتاب دوم یه کتاب صوتی انتخاب کردم، یه تیکه از کتاب برات پخش میکنم که گوش بدیش. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که برآسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. باشد که یکی هم به نشانی بنشیند، بس تیر که در چله این کهنه کمان است. از روی تو دل کندنم آموخت زمانه، این دیده از آن روست که خوناب فشان است. دردها و دریغا که در این بازی خونین، بازیچه ایام دل آدمیان است. از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یارب چقدر فاصله دست و زبان است. خون می چکد از دیده در این کنج صبوری، این صبر که من می کنم افشردن جان است. از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود، گنجی است که اندر قدم راه روان است. خب این اسمش هست قوقای غزل، از سنایی تا سایه، جمع‌آوری سید محمد تولیت اگه اشتباه نکنم، با صدای احسان چریکی و نشر احسان هنر منتشرش کرده. این چطور بود؟ بله. چطور بود؟ موسیقی دشت گریان خانم کاراندرو هم زیرش بود، صدای لیراک و دیوانه میکنه. آقای ابتهاج خیلی واقعا نابغه بود. مثلا که سفیر زمان بود، چجوری انقدر زیبا این غزل رو میگفت. مثلا به اشعار نو کاری ندارم، جواب بله هست. خیلی عالی. پس بریم سومی رو بگم ببینی این چطوری باش. این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم یه مجموعه داستان از یه نویسنده معروف روسیه که خودش پزشک بوده. اواخر سال 1916 بعد از تمام کردن درس پزشکیش به بیمارستانی توی یکی از روستاهای دورافتاده روسیه منتقل میشه. نویسنده بعضی از خاطرات اون دوران رو به شکل داستان تو مجلات منتشر میکرده و بعدش تصمیم میگیره این داستانها رو به شکل کتاب منتشر کنه. دوباره بخشی از این کتاب رو هم میخونم. وقتی کنار تختی می ایستادم که در آن مریضی از تب میسوخت و به سختی نفس میکشید، تمام اطلاعاتی را که در مغزم بود بیرون میکشیدم. انگشتانم روی پوست خشک و ملتهب به حرکت در می آمد. مردمک ها را معاینه می کردم. با انگشت روی دنده ها ضرب می زدم. گوش می دادم که قلب در آن اعماق بدن چه تپش اسرارآمیزی دارد و فقط یک فکر در سرم بود: چطور او را نجات بدهم و این یکی را هم نجات بدهم و این یکی را، همه را. این کتاب اسمش هست یادداشت‌های یک پزشک جوان. میخائیل بولگاکوف نوشته و ترجمه آبتین گلکار برای نشر ماهی. کاش میشد ما خاطراتمون رو اصلا نمیشه بنویسیم، باید مجوز نمیدن بهش. چون کلن هرچی با کردا و کردواری سر و کار داره. یه شعری بود ردیفش بود قاچاقی، میگفت آقا ما به دنیا اومدیم قاچاقی، شعر کردیه.
زندگی کردیم قاچاقی، شغلمون قاچاقه، رفت و آمدمون گردام کلا خاطراتش اینقدر عجیبه و غم و شادی اینقدر قاطیه تو هم دیگه، اصلا معلوم نیست. شوخی و غم رو در یک لحظه اینا میتونن برگردونن به شور زندگی و به خنده. بعد فضای زیبا، محیط بیماره، محیط سنگین و سیاه بیمارستان و مریضی و نمیدونم مرگ و بعد اون که نمیتونستی از اونجا بری بیرون، اصلا که خودش یه داستانی بود. میتونی که از اون خاطرات دوران پزشکی تو بگی؟ یکیشو میگم، یک دو تاشو میگم، هر کدوم خواستی انتخاب کن. یه شبی نودشه بودم، یه دختر جوونیو آوردن که بعدها فهمیدم از این دخترای خیلی شیطون و خیلی مستقل و خیلی جسور بوده. حالا موقع بهشون اینجوری نمیگفتم، ولی من همون موقع واقعا آفرین گفتم بهش وقتی فهمیدم چه لایف استایلی و چقدر شجاع این دختره. به هر حال قرص خورده بود و احتمالاً با خانواده دعوایی کرده بود و قرص جدی هم نخورده بود، ولی ما داشتیم معده‌شو شستشو میدادیم. باید توی بینی یه شلنگی بکنیم، بهش میگن لوله بینی معده‌ای، انجی تیوب. همچی مریضم خیلی خوشحال نیست اونو بکنن تو دماغش. در نتیجه اینو هی میگرفت میکشید بیرون. توی نیمه هوشیارم بود، ما با چسب هی میزدیم و فلان، چسبرم باید یه جور خاصی بزنیم اونم نمیگیره و خلاصه دیگه دفعه آخر اون زمانا من مثلا یه موهای فرفریه داشتم و اینا، رفتم مثلا اینجوری نزدیک دماغش چسبر رو دوباره بچسبونم، یهو چشاشو واز کرد و یادم من چشاشو واز کرد خیلی نزدیک اینجوری داشتم دختر چه میدونم 22 ساله. بعد با خودم فکر کردم چرا چشاش این رنگه، چون منطقه کلا هورمونات رنگ چشما خیلی عجیبه، یک طیف رنگی خیلی عجیبی پیدا، بعد با رنگ شال و نمیدونم لباس و اینا تغییر میکنه. من داشتم فکر می‌کردم این زنده است چرا، بعد اونجا دستم گیر بود، بعد چشمو باز کردی و موهای منو گرفت. گفت تو عالم هپرود، گفت دکتر مو قشنگ. گفتم حالا تو یه دقیقه ول کن، بعدم با هم صحبت میکنم. یه شبی رفته بودم همون نودشه، شبای اولی بود که رفتم، مثلا یکی از همسایه ها که بچه‌هایی که مثلا اونجا آشنا شده بودم و اینا، مثلا شبای اول بود داره، خیلی هم سریع می اومدن و مثلا دوست می شدن و گفتن آقا بیا خونه ما، تو اونجا مثلا جشن گرفتیم برای تو. بعد رفتم دیدم کلا یه مجموعه از چیز درست کرده بودن، گذاشته بودن نمایشگاهی از شادی و خوشحالی اونجا درست کرده بودن و ما هم گفتیم که آقا ما کشیکیم، نمیتونیم مثلا سر کشیک این کار نکنیم، حالا اگه یه مریض بیاد چی و اینا. بعد یه کوه پسته ریخته بودن و انواع اقسام. گفت بابا دکتر بیا اصلا چه. بعدش هم خلاصه مریض اومد، منو صدا کردن، رفتم. حتی شانس من اون شب کلا همین یه دونه مریض اومد، یا نه بیشتر اومدن، ولی مریضای جدی نبودن. رفتم و همینجوری داشتیم صحبت میکنیم، یهو وسطش مریض گفت دکتر شما هم؟ من گفتم شما هم؟ گفت ما از سر شب. آقا این موند، بعد درمونگاه شلوغ شد، یه چند تا مریض دیگه پشت سر هم اومد و اون یکی هم گفت دکتر از خودمونه فلان. نزدیک 20 دقیقه بعد یکی اینا یه چیز دارن به اسم چپله، اینجوری دست میزنن مثلا مثلا یکی داشت گفت خره بقیه هم داشتن چوبی میکشید. واقعا فاصله غم تا شادیشون خیلی جا کوتاه بود. خیلی عجیب بود. غم چیزای خیلی تاریک و اینا هم تجربه کردم اونجا، خیلی تاریک. البته بازخوردش از طرف، یعنی با هر چقدر بد بود بازم مردم خیلی خوبه، حتی مردمی که توی مثلا خیلی دور از پاوه توی روستاهای دور افتاده تری زندگی میکردن و حتی فارسی خوب بلد نبودن با من حرف بزنن. من با اینکه داشتم هورامی میخوندم و مثلا کتاب دستور زبان هورامی و کردی، چون هم کرد داره هم سوران جاف داره هم هورامی، برخورد چون بگم نظام بهداشت درمان خیلی بد بود، ولی مردم عالی بودن، همیشه عالی بودن. آره واقعا همیشه مردم عالی هستن، طول تاریخ بودن، الان هستن. به عنوان آخرین سوال، اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی، اون چیه؟ من چون از
بچگی این اختلال توجه داشتم، امروز بهش میگن ADHD. همیشه با خودم فکر می‌کردم که چرا من انقدر اغتشاش دارم و چرا انقدر در جاهای مختلف و پراکنده زندگی میکنم، زیست پراکنده‌ای دارم. حالا بعد وارد موسیقی و اینا شدم، حالا پزشکی که هیچی، وارد موسیقی شدم دیدم که این پراکندگی کلن چقدر تو موسیقی زیاده. یعنی از راک و متال بگیر تا این طرف و کلاسیک و اون تاریخ موسیقی کلاسیک و بعد ما که داریم اینور مثلا تنبور میزنیم، بعد چرا تنبور تهران چیه، بعد چرا این چه ربطی به اون داره یا هر چیزی. یک بیتی هست از بیدل دهلوی، این عاشق این بیتم، یعنی این یه جور مثل ریتالین منو همیشه آروم میکنه. میگه برون از ساز وحدت نیست این کثرت نوایی ها، زبان موج هم در کام دریا گفتگو دارد. قشنگه و مواجهت هم میگه خورده با این. یعنی چه جوری با این؟ یعنی این شعر اصلا اولین بار که شنیدی، اصلا اولین بار که باش مواجه شدی، بیدل این برای تو انگار داره میگه. اصلا بیدل، من زمانی شروع کردم به بیدل تو طور اتفاقی که خیلی درگیر یوگا و فرهنگ بدایی بودن، شاگرد استاد برزو قادری بودم، سوترا میخوندم و سانسکریت کمی داشتم تلاش میکردم بخونم و اینا، دیدم که چقدر عمیقه شعر، یعنی دونه دونهش من خودم واسه خودم معنی میکردم همه اینو، یعنی لازم نبود کسی معنی کنه، از نگاه خودم، از همون ظن خودم. و واقعا هیچ موسیقی خیلی نمیشه سوارش کرد، به خاطر اینکه انقدر سریع با مخاطب ارتباط برقرار نمیکنه این شعر. اینا فکر نمیکنم مثلا گفته باشه که کسی بخونه، گفته که فقط باشه. ولی یه دوستی که تو ارکستر سمفونیک بود همیشه میگفت ما چه جوری بودیم مثلا امشب و فلان و اینا. گفتم صدای سازتو میومد خیلی خوب میومد فلان. من میگفت نه بابا، ما کل هممون با هم باید یه صدا بدیم، یعنی هر کی داره یه چیزی میزنه. شما اول ارکستر سمفونیک و ارکسترهای بزرگو گوش میکنی، کوک دارن میکنن و اینا، این چه صدای شلوغ پلوغی میاد که تو موسیقی مدرن هم بعضی موقع از اینا استفاده میکنن. ولی اینا یهو شروع میکنن با یکی نظمی، واقعا هر کی داره یه چیزی میگه. قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. ممنون. من دیگه سالام تمام شده، اگه نکته‌ای حرفی مونده بگیم، اگه نه بریم برای خدافظی. خیلی خوشحال شدم از ملاقات شما، دم شما گرم و امیدوارم که پشیمون نشین از مصاحبه با موزیسین. خوش گذشت واقعا. ممنون که دعوتمو قبول کردی به پادکست کتابگرد. دم شما گرم. خیلی ممنون. فعلا خداحافظ. صدای زنده یاد حاج حسین یگانه رو میشنوید تو مستند استاد یگانه به کارگردانی پرویز کیمیاوی که سال 1350 از تلویزیون ملی پخش شده. بنده از بچگی خیلی علاقه داشتم به این ساز، به این دوتار. میرفتم نگاه میکردم، یا بودم پیش خودم چیزهای اختراع میکردم، تقلید از آنها میکردم. یواش یواش یک قلبی که به عقل و هوش آمدن، یک تاری از گوشه کنار بیدیر آوردن. میرفتم به خانه، با خودم زمزمی داشتم، با خودم همینطور میرفتم میدیدم که از این سازها میزنن به عروسی ها. بعد از آنی که یک دست چسبید به تار و فهمیدم کوک و ناکوکش چیه، پیش خودم فکر کردم من خودسرانه اگه خواسته باشم این ساز رو بنوازم بی استاد نمیشه، باید بلی استاد رفت. یک عوض محمد بخشی بود، پیرمرد بود. رفتم پیش ازی بودم فلانی میشه که یک رشته ای از این سازت به ما بیاموزی، ما را یاد بدی، نه یاد بگیم یادگاری بمانه. اون چیزی که از دستش میامد در باری بنده حقیقت مزایقه نکرد. بعد که ساز ای را با بلد شدم، همه نوع آهنگ ازیره بلد شدم پیش خودم، یک روز در این سر 5 فرسخی تیرکالی بود، یکی از آشنایان اونجا بودم، داشتم ساز میزدم همین تارا پیش خودم را خیلی استاد میدانستم. جوان بودم، پیش خودم را خیلی استاد میدانستم. یک وقت دیدم یک پیرمردی
اجازه خلقو اجازه هست بیام اینجا؟ گفتم بفرمایید. اول نشست و یک قدری گوش داد. گفت استاد شما کیه؟ گفتم که استاد من عرض محمد شهر کونگی. یک سری تکان داد. گفت میشم دو تا را لطف کنی به ما. بنده هم تقدیم کردم. گفتم بفرمایید. وقتی این ساز زد، اون سازی که بنده بلد بودم اونم از خاطر رفت. این یکی از اون آهنگای استاد محمد جوزانی. اسم تمام کتاب‌ها، چیزهای پیشنهادی و آدرس اینستاگرام امیرحسین تفرشی پور رو هم میذارم تو قسمت توضیحات. 2 تا خبر هم بدم. اولیش این که اپلیکیشن طاقچه به مناسبت 10مین سال تولدش پویشی به اسم قاصد کتاب راه انداخته تا به تجهیز چند تا از کتابخونه‌های مناطق کم برخوردار کمک کنه. این پویش با همکاری مؤسسه خیریه مهر لیلا انجام میشه و قرار علاوه بر تعمیر و بازسازی کتابخونه‌ها 10,000 تا کتاب چاپی هم براشون فرستاده بشه. اگه دوست دارید تو این کار کمک کنید، به سایت یا اپلیکیشن طاقچه برید و بر اساس نیاز و علاقتون هر کتاب الکترونیکی، صوتی و یا اشتراک بی‌نهایت که بخرید، هزینه‌اش برای این کار در نظر گرفته میشه. این پویش تا پایان آذر ماه فعاله و میتونید تو شرکت کنید. دومین خبر هم در مورد گفت و شنوده. چند روز پیش چاپ سومش با طرح جلد جدید منتشر شد و میتونید تهیه‌اش کنید. گفت و شنود مجموعه سوالهای خلاقانه‌ایه که مهارت گفتگو رو تقویت میکنه و میتونه تجربه متفاوت و جذابی از گفتگو و معاشرت رو تو جمع‌های دوستانه و دورهمی‌ها بسازه. شعارش هم اینه که هر کس قصه‌ای برای گفتن داره. اگه بتونیم سوال مناسبی بپرسیم و خوب بشنویم. آدرس سایت برای تهیه آنلاین گفت و شنود رو هم تو قسمت توضیحات گذاشتم. اگر هم میخواید این محصول رو به تعداد زیاد برای سازمان، شرکت، مدرسه یا جای خاصی تهیه کنید، لطفاً به آدرس ایمیل کتابگرد پیام بدید تا در مورد تخفیف و جزئیات بیشترش با هم هماهنگ بشیم. برای بخش پایانی آهنگ آیه‌های زمینی رو انتخاب کردم با آهنگسازی و صدای امیرحسین تفرشی پور و ترانه مولوی کرد. ترجمه ترانه رو هم میذارم توی کانال تلگرام پادکست. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از خونیاگر، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید. دمتون گرم و سرتون خوش.